سلام به رفقا و دوستان عزیز. من متینم و اینجا چنل متین آرناست. به چنل خودتون خیلی 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 خوش اومدید و امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه و اینکه امیدوارم تو این مسیری که میخوایم با هم دیگه شروع کنیم کنار من باشید و انرژی به من بدید که قراره اینجا کلی کل کل کنیم، بزنیم تو سر کله هم دیگه و کلی تایم خوب با هم بگذرونیم. و خلاصه که از اینو بگذریم، اینجا تخصصی ما راجع به لیگ NBA و فوتبال اروپا میخوایم محتوا بسازیم، ویدیو بسازیم. همون لیگا مثلا هر آخر هفته که تموم میشه داخل فوتبال ویدیو داریم راجع به همه لیگ ها و اینکه NBA هم که به این صورته که چون الان تنور داغ پلی آف شروع شده و دیگه از دیشب که با 4 تا بازی شروع شد، محتوا این شکلیه که 2 تا من سعی میکنم توی هفته توی هر گیمی، مثلا گیمای اول تموم شد یه سری ویدیو بسازم، بعد دوباره گیم 2 همینطور و حالا از اونجایی که بازی ها مثلا متفاوت شد و تیم ها مثلا بازیشون کشید به 7 بازی یا یه تیمی 6 بازی شد، یه تیم تو 5 بازی تموم کرد، متفاوته دیگه. یه جا دیگه اون پیوستگی به پایان میرسه وقتی 4 تا بازی اول تموم میشه. اونجا دیگه حالا من بهتون اطلاع میدم، ولی فعلا با گیم به گیم یعنی میریم جلو. همه تیم‌ها گیم اولشون تموم شد یه ویدیو دیگه میسازم، دوباره گیم 2 تموم شد یه ویدیو دیگه، به همین شکل میریم جلو و امیدوارم توی این مسیر کنار من باشید و کلی به من انرژی بدید و اینجا قرار کلی با هم بتره کنیم دیگه. در آخرم بگم که حالا قبل از اینکه به موضوع اصلیمون برسیم، من جدا از همین ویدیوهایی که میسازیم در ادامه مثلا 1-2 هفته دیگه تقریبا که اون کارهایی که دارم و بتونم انجام بدم، استریم هم حتما داریم. استریم FC 25 که فعلا هستش، یعنی آخر فصلش این مداری تموم میشه و این ایونتاش، و ایشالا FC 26 که احتمالا تو شهریورم ریلیز میشه و حالا کالاف و رمبو سیکس و اینام اگر بتونم برسم حتما داخل تویچ براتون لینکشو حتما اون لحظه‌ای که استارت کنیم کار رو میذارم و اونجا هم حتما فالو داشته باشید و همین دیگه. ممنون ازتون. در آخرم بگم که حالا همین اول ویدیویی لایک و سابسکرایب کنید، اگرم میشه نظراتتون رو حالا آخر ویدیو که کامل ویدیو رو دیدین حتما برای من کامنت کنید و کمی کاستی هم چیزی هست. این اولین ویدیو من همینجوری فقط خواستم که دیگه کار رو به صورت رسمی با خود پلی آف شروع کنم و ان شاءالله هر روز به روز ویدیو بهتر میشه و کیفیت کارم بالاتر میره. سعی میکنم کانتنت ها و محتوای مختلفی هم براتون درست کنم. یه سری سورپرایز دارم که حتما وقتی چنل ویو بالاتر رفت و فالوورها بیشتر شد حتما اون سورپرایز ها رو انجام میدیم و کنار هم کلی لحظه خوب رو قراره بگذرونیم. بریم که داشته باشیم اولین تحلیل رو راجع به تیم پیسرز و میلواکی که دیشب اولین بازی رو داشتن شروع کردن پلی آفو و اینکه 4 تا بازی دیشب رو تحلیل میکنیم، یه حالتی گذری هم به بازی پلی این میزنیم. بریم که داشته باشیم. خب شروع میکنیم با بازی اول شب که پیسرز و میلواکی بودش و اینکه رسما آغاز پلی آف 2024-2025 NBA هم زده شد و بازی خوبی هم بود، بازی بدی نبود. یه سری دیتا ها ازش در اومد که متوجه شدیم چی به چیه، این دو تیم کجای کارن و الان بهش میپردازیم. بازی جوری بود که خب باکس که توی یه جمله بگیم یانیس و یانیس و یانیس، یعنی ارتش تک نفر یانیس در برابر بازیکن‌های پیسرز، کل راستر پیسرز در برابر یک نفر. واقعا یعنی اگر بررسی کنیم کل بازیکن‌های میلواکی رو به همین موضوع میرسیم و واقعا کلافه شده بود دیشب یانیس که
هر کاری میکرد نمیتونست دیگه جمع کنه، یعنی خودش تک نفری میرفت درایو میکرد، میخواست شوت بزنه و کار یعنی بازیکنای پیسرز هم خیلی راحت بود که فقط میدونستن تنها پلن همینه، توپو بدیم یا نیست که ببینیم ایشالله ایشون یه حرکتی بزنه الا وقتکی و همینجوری ایشون بره جلو. یعنی این الا وقتکی منظورم این بود که سیستم و تاکتیکی که آقای داک ریوز داره و پیاده میکنه توی تیمش دیگه، خب بعد از این همه تجربه و بعد از این همه پلی‌آفی که شما میای، واقعا خب من حق دارن طرفدار از دست شما کلافه میشم و دیشبم خب یه سری دیگه از هنرنمایی ایشون رو دیدیم. همونطور که مثلا کوارتر اول و دوم و سوم کلا من یه جوری یادم هستش کوارتر 2 و تقریبا آخرای کوارتر سوم، یعنی اوایل کوارتر دوم و آخرای کوارتر سوم یه جاهایی داشتن یه رانایی میزدن که نزدیک داشتن میشدن به پیسرز و با 2 تا تایم اوت خیلی به موقع از سرمربی تیم پیسرز یعنی آقای ریک کارلیس و ایشون 2 تا تایم اوت گرفت و بازی رو تونست همونجا جمع کنه. و اینکه با اون 2 تا تایم اوت قشنگ ترمز میلواکی کشید که تو اولی هم اینجوری بود که یانیس تو زمین نبود، باز تنها جایی بود که داشتن رول پلیرها یکم خوب بازی میکردن و گری ترنت یه 2 تا سیو کنم زد و یکم تونست اختلاف رو نزدیک کنه، ولی خب همونجا ترمز رو کشیدن و دوباره اختلاف رفت رو 10 تا و بالاتر، حتی یه جایی نزدیک فکر کنم 31 امتیاز اختلاف شد، 31-2 امتیاز اختلاف رسید و هی تقریبا میومد تا نزدیک 17-18 امتیاز اختلاف و باز کار به جایی اونجوری نمیرسید تا دیگه دوباره کوارتر آخر داشتن دوباره نزدیک میشدن، نزدیک 12 امتیاز اختلاف شده بود که اونم به خاطر این بود که پیسرز و جفتشون یعنی تقریبا 2-3 دقیقه هر دو تا تیم نمیدونستن اصلا هیچ امتیازی بیارن تا اینکه اون لحظه آخر بکنم 3 دقیقه 4 دقیقه مونده بود به پایان بازی اون امتیاز طلایی آقای مایلز ترنر گرفت، دگیر طلایی رو زد و شب بخیر رو به قول معروف به میلواکی و یارای یانیس گفتش. و اندرو نمرهارت خیلی خوب بازی کرد دیشب، یعنی بازیکنی که قشنگ نشون میده که پلی آفیه. کوارتر 1 و 2 3 خیلی خوب بود، کوارتر آخر 6 دقیقه بازی کرد تقریبا و امتیازی نیاورد ولی خب باز تاثیرگذاریشو داشت. میگم توی اون کوارترهای 1 2 3 خیلی خوب و موثر بازی کرد، واقعا داشت هر کاری که دلش میخواست به دفاع میلواکی میکرد و دفاعی که عملا نبود، یعنی روتیشنی که آقای داک ریوز راهی بازی کرده بود عملا همون یرخی خودمون هستش و همینجوری گفته بود برید هر کاری دلتون میخواد بکنید و توپ پرت کنید سمت سبد و که شاهکارش هم آقای کالکوزما بود که 23 دقیقه ایشون اصلا یه رکورد تاریخی فکر کنم زد، همینجوری آمارش داشت میومد. بازیکنی نداشتیم که تقریبا تو 10 سال اخیر فکر کنم تو پلی آف که همچین آماری که اسیست و امتیاز و ریباند و هیچ، یعنی هیچ حرکت مثبتی این بنده خدا انجام نداد، همه پارامتراش 0-0-0-0-0 همینجوری یه صفر زیبا بر خودش ثبت کرد و فکر کنم تو پلی آف قبلی هم یه همچین آمارایی داشت، یعنی تو لیکرز اگه یادم باشه فکر کنم تاش 2 تا ریباند توی یه بازی آخری که با پیرن لیکرز انجام داد و با جرزی لیکرز ببخشید دیگه بعضی اوقات یه توپاقایی هم زده میشه، با جرزی لیکرز انجام داد. کلا دیگه شاهی بر خودش آقای کالکوزما و طرفدارای لیکرز که اول از همه ازش کشیده بودن و دیگه الان تیمای دیگه تو ویزاردز فکر کن داشت پادشاهی میکرد و اون چه تیمی بود که این امتیاز آور اصلیشون بود، یعنی بازیکن خوبی بود، یه مدت هم در حد رول پلیر خوب بود، کار را مینداخت، ولی خب اون نوتولوپی که
یه جوری خودش واسه خودش داره و خیلی خودش قبول داره واقعا نیستش و 23 دقیقه بازی کردش واقعا، یعنی یه چوب شاید میذاشتیم اونجا بیشتر به یانیس کمک میکرد، یه برای ریباندی میتونست انجام بده به یانیس، ایشون در یک از همون یه حرکت و اینم بهش رسیدیم. و نکات دیگه هم که داشتش، یانیس فکر کنم نزدیک 38 امتیاز آورد، اگر دقیق بخوام بهتون بگم تقریبا 38 امتیاز آوردش. یه لحظه من بخوام آمار دقیقو بهتون بگم. بله دقیقا 38 امتیاز 36 امتیاز آورد و بهترین بازیکن تیمش همونجور که از اول ویدیو گفتم یانیس شد و اونورم سیاکام و نمهارد و مایلز ترنر رو بعد از اون هم ماتوریانو و تایرس هالیبرتون و تیجی مکانل به ترتیب اینا امتیازهای زیاد آوردن، توی همشون تقریبا امتیاز خوبی آوردن. تایرس حالا 10 امتیاز آورد ولی از اون ور خب تو پلی میکینگ 12 امتیاز آورد، خیلی تو پلی میکینگ و اون حالتی که ازش انتظار میرفت انجام داد و به تیمش کمک کرد. و یه نکته دیگه هم بود که آقای مایلز ترنر که واقعا بازیکن خیلی خوبی هم هست، چندین بارم تو این سالهای مختلف به لیکرز لینک شد و تا دم این که مثلا تریداش انجام بشه و اوکی بشه میرفتن و هیچ وقت انجام نمیدادن. واقعا یه پازلی بود، میتونست تو همین تیم لیکرز که حالا بهش میرسیم کمک کنه به لوکا و لبران، ولی خب نشد و واقعا بازی خوبی هم دیشب انجام داد. 4 تا بلاک گرفت و اندازه کل تیم میلواکی که 3 تا بلاک کلا رو هم دیگه همه بازیکناشون آوردن، مایلز ترنر 4 تا آورد و دیگه عمق فاجعه رو فکر کنم دیگه از همین یه دونه آماری که هستش میشه متوجه شد. و واقعا اگه میلواکی میخواد به جایی برسه باید واقعا طرفدارش زودتر دعا کنن که حداقل دیم برسه و یه جوری میتونه یه سر و سامونی بده. به هر حال یه آپشن دومی هستش میتونه به یانیس کمک کنه. پیسرز اونقدر هم قدرتمند نبود، بیشتر از ضعف شاید تاکتیکی و یعنی ضعف روتیشنی که مربی راهی بازی کرده بود و آقای داک ریوز استفاده کردن و تونستن میلواکی رو شکست بدن. هرچند که واقعا پیسرز تیم خوبی هر سال تو پلی آف تا جایی که میتونه اذیت میکنه، یه جوری underrated هستن واقعا، ولی خب چیزی که دیشب نشون دادن ضعفایی دارن که 100% اگه پیسرز بیاد مرحله بعدی، اگر کاوالیرز اون کاوالیرزی که میشناسیم باشه و کاوالیرز فصل عادی باشه و از مایامی بتونه رد بشه، فکر نکنم بازی زیاد سختی جلوی پیسرز داشته باشه اگر همچین بازی از خودشون نشون بدن. و اینکه مگر اینکه میلواکی بیاد بالا از اون برو با دیم بازیشون درست شه، حالا گفتن از بازی 2 یا 3 میرسه، حالا باید ببینیم. این تخمینی که زدن مثل جریان پارسال یانیس نیستش که گفتن بازی 4 میرسه نرسید و اون داستانه معروف خودش. و بعد طرفدارای میلواکی آرزو کنن دعا کنن هر جوری هستش زودتر دیم برسه و یه نظمی به این پلی میکینگ خیلی شلخته تیمشون بده دیگه. اگر کلا فکر کنم همه آمارها و اون نکاتی هم که راجع به این بازی بود گفتم دیگه، طولانی تر نکنم از این ویدیو رو و بریم سراغ بازی دوم و بازی دنور و کلیپرز که جذاب ترین بازی دیشب به نظرم بود. خیلی پرافتخیز و حتی تا 3 تا کوارتر که تقریبا آخره بازی خیلی پایاپایی بودن و یه جا که نزدیک 15 امتیازم کلیپرز بالا بود. حالا بهش میرسیم. بریم برای بازی کلیپرز و دنور و اینکه اینجا براتون نوشتم. بله
خب بازی اونجوری شروع شد که خب کلیپرز آخرین بازیش توی لیگو تقریبا تونسته بود از گلدن استیت توی بازی که انگار هر دوتاشون نمیخواستن بیان پلی، یعنی بخورن به دنور، ولی از یه سمتی هم دوست داشتن بخورن، یعنی یه حالت لنگ در هوایی بودن جفتی ما که کدوم سمت رو انتخاب کنیم بهتره بریم پلی این، با اون لغزش هایی که ممکنه یهو ایجاد بشه، تک بازی به هر حال یهو ممکنه از کل فصل، یعنی زحمتی که کل فصل کشیده تیم به فنا بره و با یه تک بازی شکست بخوری و بری مثلا همون رده هفتمی که می‌خواستی بگیری بری هشتم، بعد یهو همون هشتم هم نگیری. در صورتی که جفت تیم‌ها به حالا اون حالتی که داشتن پیش بینی میشد که بتونن همین رده ها رو بگیرن و گلدن هم که دیدید منفیس رو برد و از اون برم منفیس تونست از صد دالاس بگذره. حالا به اون میرسیم که چون میخوام آخر ویدیو حتما یه چند دقیقه هم راجع به پلی این و بازی های اون 4 تا تیمم، یعنی 4 تا تیم غرب و 4 تا تیم شرق هم یه صحبتی بکنیم دوره همون. به فاجعه آقای نیکو هریسون هم حتما میرسیم. دوباره حالا برگردیم سمت بازی خودمون، دنور کلیپرز. بازی خیلی خوبی بود. خب تو اون کوارتر اول و دوم و سوم، اون اول بازی یکم دنور داشت امتیازا رو میگرفت و یهو ولی دیگه یه رانی خورد و کلیپرز خودشو کند و امتیازا رو همینجوری به دست آورد. هاردن خیلی خوب بازی کرد. کووای هم نسبت به بازی قبلیش خیلی بهتر شده بود، هرچند که آخر بازی زیاد جالب بازی نمی کرد و حالا به کوارتر آخر میرسیم بهش اشاره حتما میکنیم. ولی دقیقا تا فکر کنم آخرای کوارتر دوم، تقریبا نصف کوارتر دوم که گذشته بود، همون 15 امتیاز اختلاف حفظ شده بود، یهو یه ران 10 امتیازی دنور زد و نزدیک شد و راسلی که بودنش یه درده نبودنش یه درده به قول طرفدارای واقعا دنور، واقعا هر جا آدم باشون صحبت میکنه هم دوست دارن ایشون باشه، آقای راسل کبیر، و هم دوست ندارن باشه و واقعا نباید اون قدم به نظرم بهش هیت داد و این هیت هایی که دریافت میکنه، چون من خودم لیکرزی بودم یه موقع خودمون خیلی بهش هیت دادیم و جدا من کلا یعنی طرفداری کل تیمای ام بی ای رو میکنم، یعنی دوست دارم کل تیماشون رو، خیلی خوشم میاد از همشون، ولی خب حالا یه علایقی نسبت به لیکرز و کاوالیرز و مایامی و کمی تا مقداری به اوکیسی و منفیس دارم. حالا این یه قسمتی بود خواستم اینم یه گذری بهش بزنیم، حتما با من یکم بیشتر آشنا بشید. و اینکه آره دیگه خلاصه طرفدار لیکرز به اندازه کافی ازش کشیده بودن اون موقع. خب قراردادی که داشت فکر کنم نزدیک 40 میلیون میگرفت یعنی فصلی، ولی خب الان با 3 میلیون دلار قراردادی که مینیمم بسته، واقعا این حجم از هیت یکم در حقش جفاست. درست حالا شاید با عقبه‌ای که داره راسل ازش انتظار نمیره اینجوری یهو انقدر سینوسی توپو یهو میگیره و یهو 4 تا 5 تا نمیزنه، میس میده، خالی مثلا ایربال میزنه دیگه، راسل دیگه. ولی خب واقعا اون حجمم یکم کنترل کنن هوادارا بهتره، اینقدر هم لازم نیست بهش هیت بدن. با اینکه میتونه یهو یه جاهایی زحمت کل یه تیمو و زحمت یه فصل یه تیمو کلا به حراج بده و بذاره و بره، ولی دیشب کار خودشو کرد و خب یه جورایی میشه گفت یکی از دلایل اصلی که دیشب تیمشون تونست برنده هم بازی بیرون بیاد خود راسل بود، راسل جان. و میگم اونجایی که شروع شد اون ران 10 امتیازی که تو کوارتر 2 زدن، از یه 3 امتیازی هم که دیگه آقای راسل خالی قشنگ گذاشته بودن، فکر کردن دیگه اینم قرار ایربال بزنه یا به جایی نرسه آجور پرت کنه، ولی به قشنگی و خیلی شیک انداخت و اون 3 امتیاز گرفت. فکر کنم اختلاف همونجا رسید به 3 یا 4 امتیاز که آخر کوارتر 2 هم فکر کنم با نزدیک
2-3 امتیاز با هم دیگه یعنی اختلافی داشتن. من یه لحظه اینجا عذر میخوام ازتون، بتونم بهتون بهتر راهنمایی کنم. آره همون تقریبا 2-3 امتیاز اختلافی که بینشون بود تا کوارتر دوم. رفتم به کوارتر 3 و اونجا پای بود بازی. خیلی یه لحظاتی کلیپرز میافتاد جلو، یه لحظاتی دنور، و اون کوارتر 3 خیلی پای داشتن و 22-23 فکر کنم دنور تونست کوارتر 3 رو ببره. و با شروع کوارتر 4 دوباره یکم ورق برگشت. کلیپرز یه جاهایی دست بالا رو گرفت و خوب داشت بازی میکرد. و یه نکته هم که بود که زوبات خیلی دیشب بازی خوبی کرده و یکی از پرفورمنس های خوبش داشت انجام میداد تا کوارتر سوم. از کوارتر سوم دوباره یکم خاموش شد و تو کوارتر 4 که کلا تعطیل شد و نورمان پاول اون بازی درخشانی که تو کل فصل واسه تیمشون انجام میداد واقعا نتونست دیشب انجام بده، انتظار هواداراشو برآورده بکنه. و رسیدیم به اون لحظات آخر بازی که راسل اون امتیازی که یهو بهش رسوندن و اونجا هم دوباره خالی بود، دقیقا مثل کوارتر دوم خالیش گذاشته بودن. نمیدونم حالا اون اولی رو میگیم خالیش گذاشتن، ولی بعد از اون چندین بار همینجور خالیش گذاشتن تا دوباره یکی دیگه یه 3 امتیازی دیگه زد و فکر کنم 2 یا 3 تا همین یه دونه دیگه هم نمیدونم دقیقا. به جز این هم فکر کنم یه امتیاز، یعنی یه 3 امتیازی دیگه هم دیشب زد راسل که 15 امتیاز گرفت. نه همون دوتا رو زد آره، با فیلد گل 33% که واسه 3 امتیازیش بود. 6 تا اقدام کرد و خب دوتاش هم نشست. دقیقا دوتاش هم یه جوری با سلام صلوات تونست بشونه و خالی هم بود دیگه زد. و اینکه بازی داشت تمام میشد که هاردن بازی خوب خودش رو تو همون آخر کوارتر 4 توی کلاش تایم کلاش بازی خودش رو انجام داد و اون انتظاری که ازش میرفت و برآورده کرد و بازی رو تای کرد و مساوی کرد و بردش به اوورتایم. تو اوورتایم ولی خب قضیه کلا عوض شد دیگه. یه جوره انگار اون فرصت سوزی ها و اون از دست دادن ها روی روحی روانی رو بازیکن‌های کلیپرز یه تأثیر گذاشته بود، در صورتی که تو کل بازی خیلی سعی داشتن روحی روانی رو نیکولا یوکیچ خیلی کار کنن. و من گذاشته بودم آخر ویدیو راجع به نیکولا صحبت بکنم، خیلی روحی روانی روش شب تمرکز کرده بودن، یعنی تمام تمرکزشون بود که فقط اونو بریزن به هم که بقیه شاکله تیمشون از هم بپاشه. همونطور که میدونید چند وقت در یه هفته پیش مایک ملون اخراج شد و خیلی اخراج عجیبی هم بود. سرمربی موفق فصل قبلشون و دم پلی آف، خب خیلی گفتم به خاطر مشکلش با بازیکنایی بجز نیکولا و جمال موری بودش و خیلی اونا تاثیرگذار بودن. رو نمیدونیم چقدر اونا قدرت داشتن که تونستن نظر منیجرای دنور رو انقدر دم پلی آفی عوض کنن که عملا مربی خوبی دارن هستش، یعنی زیر بالا سرشون هم همین الان مربی بدی نیست، ولی خب همه میدونیم عملا انگار نیکولا الان مربی تیمشون هم هستش. بعضی جاها دیدیم میره اون تخته رو میگیره خودش، بعضی جاها به بازیکنشون، حتی توی 2-3 صحنه‌ای که دیدیم بازی قبلی مخصوصا بازی آخرشون توی رگولار سیزن و توی همین بازی دیشب هم یه چند صحنه‌ای داشت نکاتی به بازیکن‌ها همینجوری گوشزد می‌کرد و میگفت به بچه‌ها کلاس دور هم بودن. و عملا میگم نیکولا انگار الان همه کاره تیمه. خب از اولم پیش بینی میشد. خب تو کل بازی هم میگم اعصابش رو سعی میکردن با ترش تاک و یه جورایی هر کدومشون، یعنی هر کدوم بازیکن کلیپرز جداگونه یه جوری روی اعصاب و روان نیکولا راه میرفتن و
هدفشون هم بود، تقریبا هم به هدفشون رسیدن و موفق هم بودن تو این مسیر. ولی دیگه از یه جایی به بعد خب بازی خوبه راسل و یه جاهایی هم جمال موری یه کمکایی کرد و اون کریستیان براون که بازیکن واقعا جوون و خوب که یه جایی تو همون کوارتر آخر یه 3 امتیازی خیلی خوب، یعنی کوارتر منظورم اوورتایم بود که یه 3 امتیازی خیلی خوب زد و تقریبا همون جا میشد فهمید که بازی تموم شده است و توپ لحظه آخر توی فکر کنم 30 ثانیه 40 ثانیه مونده بود به پایان بازی دوباره رسید، یعنی پوزیشن ها عوض شد، رسید به کلیپرز و یه ترنوور بعد موقع دادن و ترنوور هم دقیقا راسل ثبت کرد، یعنی توپ دزدی که انجام داد و یا توپ دزدی حالا که دقیقا نبود ولی یه جوری یه حال نیمچه استیلی گرفت از هاردن و یه جوری سند برد تیمشو زد و اون اشتباهی که توی کوارتر 4 انجام داده بود اون لحظه آخر که نیکولا توپو داد بهش، اوپن بود تقریبا، اقدام نکرد، اومد سمت چپش دوباره یه استوپ داد و دیگه تایم تموم شده بود. اونجا واقعا یه جوری کفری کرده بود هواداره تیمشونو و ولی تونست تو اوورتایم جبران کنه دیگه، یعنی تو اوورتایم باز تونست یکم خوب بازی کنه و اون لحظه آخرم که اون پوزیشنی که تونست از کلیپرزیا بگیره خیلی تاثیرگذار بود. و دیگه موردی دیگه هم و نکته دیگه هم نداشتیم بازی پیش بینی میشه، یعنی چیزی که از بازیشون دیدیم خیلی بازی نزدیکی بود، یعنی اگه دیشب کلیپرز میتونست اون بازی خوبی که انجام داد این همه خوب تونستن تیم دنور رو آنالیز درستی انجام داده بودن تا کوارتر سوم و اگه میتونستن اینو نگه دارن 100% میتونستن مسیر خودشون رو تو پلی‌آف خیلی راحت تر کنن، چون یه گیم تو همین زمین مرتفع دنور گرفتن که میدونی چقدر سخته تو این زمین بازی کردن. همیشه همه تیما میگن که تو این زمین به خاطر اختلاف ارتفاعی که از دریا داره شهر دنور، تقریبا فکر کنم 1600 یعنی ارتفاعش نسبت به دریا و اونجا خب اکسیژن و این حالتایی که هستش، کسایی که از مثلا شهرهای دیگر مثلا لس آنجلس میرن خیلی اذیت میشن اونجا بخوام بازی کنن تو اون جو ورزشگاهشون خیلی معروفه و هواداره خیلی افراطی هم که دارن، خودشون دیگه یه حالت مجموعی هستن که خودشون با خودشون حال میکنن و همین دیگه. نکته دیگه نبود به نظرم. بازی به 7 یعنی 7 گیم میرسه، میتونه یعنی 7 یا 6 داره حتما. حالا انقدر قاطع هم نگیم، ممکنه یه اتفاق بیفته، یه جاروی اتفاق بیفته و اینا، ولی خب فرم بازی جفتشون حس نمی کنیم جوری باشه که بازی مثلا رو 6 گیم و 7 گیم نرکشه. و دیشب نیکولام خیلی بازی کرد، تقریبا فکر کنم 46 دقیقه بازی کرد، یه جای دیگه واقعا خستگی رو تو چهرهش میشد دید و این میتونه شاید در ادامه پلی آف خیلی واسهشون بد شه که این قدم داخل باشه، با اینکه میدونیم استقامت بالایی داره نیکولا یوکیچ، ولی خب در حین پلی آف این چیز خطرناکه و میتونه مشکل ساز بشه دیگه. نکته نیست راجع به بازی دنور و کلیپرز، خیلی سری قشنگیه و تو ادامه حتما قراره با این سری خیلی هیجان بیشتر بهمون برسه و آدرنالینمون بالاتر بره. اینم راجع به این بازی. میریم سراغ بازی دیترویت و نیویورک که اون بازی هم بازی جالبی بود و بریم که راجع به این بازی با هم دیگه گپ بزنیم. خب میرسیم به بازی نیویورک و دیترویت، دو تیم دوست داشتنی شرق که مثلا دیترویت چون کسی که یعنی کمتر کسی فکر میکرد که دیترویت بتونه این فصل اینجای
جدول کار رو تمام کنه و برسه به پلی آف. و یعنی حتی به پلی این هم شاید خیلی شانسشو نمیدادم، ولی خب تونستم برسم با کیت کانینگهام. و واقعا چه بازیکن خوبیه، چقدر باهوشه. یعنی من خودم به شخص از روزی که درفت شد جزو بازیکنایی بود که خیلی با سبک بازیش حال میکردم و سبک بازیشو کلا دوست داشتم. خیلی هم باهوشه. و حالا بریم سراغ بازی. که تو بازی مشکلی که از اول دیترویت خیلی بهش اشاره میکردن، میگفتن حتما توی این سری بهش میخوره، مشکل تجربه و عدم تجربه داشتن بیشتر بازیکنشون توی پلی آف بود. حالا به جز توبایس هریس و شاید ملیک بیزلی که حالا تو تیمای قبلیشون یه تجربه و حالا به اقتضای سنشون تجربه‌ای داشتن تو پلی آف، ولی بقیه بازیکنشون خیلی کمتر اونجوری تجربه پلی آفی داشتن. و تو این بازی هم یهو بهشون ضربه زد که حالا بهش میرسیم. بازی تو کوارتر اول خیلی پای جلو رفت و خیلی دو تیم سعی می‌کردن همدیگه رو کنترل کنن. چیزی که خیلی به چشم می اومد همون بی تجربگی و یه جوری استرس داشتن کید و جیلن دوران. فکر کنم همون دوران، اسمشو من یه لحظه سعی میکنم که اشتباه بعضی وقتا، چون اسما خیلی شبیه همه و یکی دوتا بازیکن داریم که اسمشون شبیه همه. من خودم حس میکنم که اون یکی دورانو گفتم و نه درست گفتم. آره جیلن دوران، چون یه دوران دیگه هم داریم توی فکر کنم پیسرز بود. الان دقیق یادم فکر کنم رفت سانز، حالا الان دقیقشو نمیدونم. ولی جیلن دوران که اونم اولین پلی آفشه، اونم بازیکن خیلی خوبیه. این فصل تو رگولار سیزن خیلی تونست کمکشون بکنه و تاثیرگذاریشو تو بازی بیشتر میدیدیم. ولی این دوتا تو دوتا کوارتر اول قشنگ میشد دید عمل کردهاشون، حرکاتی که میزدن خیلی استرس داشتن، یا تصمیمایی میگرفتن خیلی طولش میدادن یا تصمیمای اشتباه میگرفتن، که نتیجه هم این شد که تو کوارتر دوم، چون کوارتر اول که پای بودن و نتیجه مساوی بود، ولی تو کوارتر دوم یه فاصله انداخت نیویورک و در فکر کنم با 2 امتیاز اختلاف کوارتر، یعنی نیمه اول تموم کردش نیویورک و بازیکناش داشتن اون روندی که انتظار میره و همه بهش میگفتن به جز سلتیکس و کاوالیرز که خیلی مدعیه، تیم سوم مدعی و همه از یه جایی از فصل نیویورک میدونستن و بازیکناشون اون حالتی که ازشون انتظار میرفت داشتن انجام میدادن و توقع هوادارشون رو، یعنی که داشتن ازشون رو یه جورایی برآورده کردن از هدفی که میخواستن و بازی خوبی انجام دادن. ولی کوارتر سوم کلا روند عوض شد و اون ترسه، اون استرسه از کید و بقیه بازیکن‌های جوانشون ریخت. مخصوصا کید خب تونست خیلی راحت‌تر و آزادتر بازی کنه، امتیازگیریشو تونست انجام بده، ولی بازم با اون کیدی که تو گل فصل بود خیلی فاصله داشت. یه جاهایی خیلی دیر تصمیم میگرفت، یه تصمیم رو خیلی که میتونست شاید راحت‌تر شوت بزنه رو مثلا موقعیت رو میبرد یه شوت خیلی سخت میزد، یه شوت خیلی سخت اقدام میکرد و اینجوری که بازی رو واسه خودش سخت میکرد. ولی خب در همین حین هم توبایس هریس هم ملیک بیزلی خیلی داشتن بهش کمک میکردن و توبایس که 25 امتیاز هم برد و خیلی خوب بازی کرد و اگر بتونه تو ادامه سری هم اینجوری بازی کنه، حالا شاید بتونن 1 گیم یا 2 گیم بتونن بگیرن، ولی در کل با این وضعیت بعید میشه دونست که نیویورک نره بالا، مگر اینکه یک چوک خیلی خالص ببینیم ازشون و دیترویت به همینجوری به شگفتیش ادامه بده. و میگم یه جای بازی اختلاف زیاد شد و تقریبا فکر کنم به 12-13 امتیاز، دقیق اینجا
داریم. بله همون تقریبا بالای 12-13 امتیاز رسید و فکر کنم نزدیک 20 امتیاز شد و به همون 20 امتیاز که رسید یه ران خیلی وحشتناک 21 امتیازی فکر کنم خوردن دیترویتیا تو اول کوارتر چهارم، جایی که کامرون پین یه حرکت سوپر قهرمانانه، یعنی یه سوپرمنی شد، یه سوپرمن درونش فعال شد و یه عملکرد پلی‌آفی از خودش نشون داد و اون عدم تجربه و اون پلی‌آف باز نبودن دیترویت اینجا خیلی خودش نشون داد و این ران تقریبا 21 امتیازی رو خوردن از نیویورک. حالا دقیق اون لحظه یادم نیست که چند امتیاز بالا بودن، ولی خب این ران 21 امتیازی رو خوردن و دیگه تا آخر بازی هم نتونستن قد علم کنن و متاسفانه بازی رو، یعنی برای هوادارشون بازی رو واگذار کردن و نیویورک خیلی بازی خوبی انجام داد و خیلی خوب بود و کارل آنتونی تاونز هم تو اون قسمت‌های مهم بازی هم ریباندهای خیلی خوبی انجام داد، هم امتیازهای خیلی مهمی به دست آورد و 23 امتیاز گرفت و 4 تا استیل و 2 تا بلاک، یعنی یه بازی خیلی روون و کامل ازش دیدیم. فکر کنم بهترین بازیکن بازی هم شدش. جیلن برانسون بد بازی نکرد ولی خیلی دوست داشت دیشب یه حالت فلاپ، یعنی همون فلاپرتور، مثل اون بازیکنی که خیلی سبک اون شکلی فلاپری دارن، بره جلو و خیلی دوست داشت خطا بگیره و با اون روند بره جلو، ولی خب روندش زیاد جواب نمیداد و اگه واقعا اون سبکی که خود جیلن برانسون داره اونو ادامه میداد شاید حتی به اون سختی هم بازی نمیکشید و یکم هم شاید نیویورکیا یه حالت نیمچه دست کمی هم گرفته بودن، ولی خب در نهایت بازی رو بردن. نکته خاص دیگه هم نیست، نکته خاصش همون جایی بود که اون ران 21 امتیازی و دیترویت خوردش و گیم اول رو واگذار کردن و حالا باید ببینیم این عدم تجربه تا کجای این سری ادامه داره و ببینیم دیترویت تو بازی بعدی چی کار میکنه. و حالا میریم سراغ بازی لیکرز و مینیسوتا که به سمت هالیوودی داستان میریم و شکستی که لیکرز خورد و شروع کنیم ببینیم این بازی چجور بوده و به آخر ویدیو برسیم و سریعتر من سعی میکنم جمع کنم که دیگه خلاصه صحبت ها رو انجام بدیم و همین دیگه جمع بندی رو انجام بدیم. خب به بازی مینیسوتا و لس آنجلس لیکرز میرسیم، جایی که آخرین بازی شب بود و یعنی روز اول پلی‌آف و اینکه لس آنجلس لیکرز خیلی بازی بدی انجام داد. یعنی لیکرز به جز لوکا حتی نه لبران نه آستین ریوز هیچ کمک خاصی نتونستن به لوکا انجام بدن و اونجوری که باید شاید انتظار میرفت. لبران معلوم هنوز یه خستگی داخلش هستش، احتمالاً از بازی بعدی بتونه برگرده به اون فرم پلی آفی که ازش انتظار میره، ولی خب میگم لوکا خیلی دستنه و تو حمله مخصوصا باز تو دفاع لبران خیلی کمک میکرد، تو حمله خب خیلی کمتر داشت به لوکا کمک میکرد و دستنها بود و بازی اینجوری شروع شد که از همون اول بازی یه جور فرم کلی بازی در اومد و مشخص شد که بعید لیکرز به بازی اونجوری که باید برگرده و فرمی هم که بازیکنای مینیسوتا داشتن توی 2 تا کوارتر اول قشنگ اینو نشون میداد. شوتای خیلی فضایی و خیلی 3 امتیازیه که همه میشست و اینکه یکم هم تو روتیشن و اینکه داخل اون تاکتیکی که برای دفاع کردن انتونی ادواردز داشتن لیکرزیا
اصلا جواب نداد. یعنی مثل قبلا خیلی چند بازی گذشتهشون دنبال این بودن 2-3 نفر رو بزنن که مارکش کنه و بگیرش و اینکه اونو از بازی خارج کنن، ولی غافل از اینکه خب آنتونی ایدوارز رو از بازی خارج میکنی باعث میشه خب بقیه بازیکناشون، بقیه رو پلیاشون خالی بشن و به راحتی همشون 3 امتیازی بزنن، امتیاز به دست بیارن و همین شد که این اتفاق افتاد و از همون اول بازی جارو رو گرفتن دستشون و گیم اول رو به نفع خودشون ثبت کردن بازیکن مینیسوتا و اعتماد به نفسش هم به دست آوردن. و منظور از جارو این نبود که خب قرار لیکرز جارو بشه، ولی خب توی این بازی متاسفانه جارو شدیم و اینکه بلوآوت بدی بود و آقای نازریدی که بهترین بازی فکر کنم تو پلی آفش انجام داد، کلا بازیکن خیلی خوبیه و شما اون قد رو ببین، اون سایز، اون هیکل، بهش شوت زنی خیلی خوب اضافه کن، هوش خیلی خوب، آیکیوی بالا و دیگه چی میخوای از یه سنتر؟ یعنی سنتری که سرعت خوبی هم داشته باشه دیگه همه چی تمومه و فکر کنم 23 امتیاز آورد. حتی جی مک بهترین بازیکن بازی بودش که 25 تا آورد، ولی خب تأثیری که نظریدم داشت خیلی کمتر از کاری که جی مک انجام داد نبود و این دوتا یه جوری دامینیت کردن و بازی که شاید آنتونی ادوارز میگم به خاطر اون تاکتیکی که لیکرزیا تو دفاع کردن ازش داشتن اونجوری درخشان بازی نکرد، ولی این دوتا بازیکن کناریش واقعا کارو در آوردن و 3 امتیازی و شوتایی که همینجوری میفرستادن سمت سبد لیکرز و رانایی که توی تایم‌های مختلف همینجوری لیکرز میخورد و نکته خاصه اونجوری هم که بگیم چون بازی از همون اولش یه ریتمی رو گرفت و برد تا ته بازی هم همون ریتم نگه داشت. نکات خاصش فقط این که آنتونی ادوارز یه کری خیلی اساسی به خاطر اون عقبه‌ای که پارسال با لوکا داشت خوند و دستشو به یه حالتی به سمتش دراز کرد و حالا باید ببینیم تو ادامه سری آیا واسش داستان میشه پس پارسال که خیلی داشت کری میخوند و کلکل میکرد با بازیکنهای دالاس و مخصوصا لوکا، ببینیم این سری موفقه یا نه مثل اون سری قراره ناموفق باشه و دوباره کوریاش به جایی نرسه و کلا ولی بازیکن قابلی آنتونی ادوارز واقعا فوق‌العاده است. دیشبم یه لحظه مصدوم شد، یه فکر کنم کوارتر سوم بود رفت، ولی فکر نکنم مشکل خاصی داشته باشه، دوباره برگشت و حالا اشتباه نکنم یه کوارتر 3 یا کوارتر آخر بودش و احتمالاً به بازی بعدی به راحتی برسه و بازی بکنه. و دیگه مورد دیگه من یه نگاه بکنم، نه فقط این که اگر لیکرز میخواد به بازی برگرده و به سری برگرده حتما باید بازی بعدیش که دوباره 2 روز بعد هست و ببره که 1-1 بکنه و بره حالا تو زمین مینیسوتا ببینیم اونجا میتونه یه گیم به دست بیاره و یه جورایی مثلا در نهایت 2-2 دوباره برگردن لس آنجلس که روند و مثلا اینجا سومین برده به دست بیارن و اینکه باید تاکتیکشون رو بزن 100% بازی بعدی رو ببرن و یه گیم هم اونجا به دست بیارن. حالا اگر 2 گیم بیارن که خیلی بعیده با حالتی که مینیسوتا داره، درسته خیلی شوتای فضایی زدن و شاید تو ادامه بازی ها اینجوری همه شوتاشون نشینه، یه شبی نباشه که همه شوتاشون بشینه همونطور که تو پلی‌آف قبلی هم دیدین کل تیم اینطوری بودن، ولی من حس میکنم این بازی هم میره مثل بازی کلیپرز دنور رو 6 تا بازی 7 تا بازی و فعلا خب یکم کفه ترازو به سمت مینیسوتاست تا ببینیم خب تو بازی بعدی، چون آیا جی ریدیک هم نشون داده خیلی مربی هستش که انعطاف پذیره و فقط رو اون یه سبکی که داره
نمیره جلو و حالا احتمالا میاد اشتباهاشو سعی میکنه جبران کنه توی گیم‌های بعدی و اگه اینطوری باشه بازی بعدو بگیرن میتونن کلا برگردن به پلی آف و به روند خوب خودشون و روند خوبی که توی آخر فصل هم داشتن و همه لیکرز رو یه جوری مدعی میدونستن. حالا باید ببینیم چی میشه و دو تا تیم قدری هن. حتما برن دوره بعدی. من حس میکنم خیلی مشکل ساز میشن برای هیوستون یا گلدن که بازم حالا اونا بازیشون امشبه تقریبا ساعت فکر کنم 5 صبح. اینجا من یه چکی بکنم دقیقا. بله بازیشون این هستش. بله بازی 5 صبح فرداست که حالا من ویدیویی که میگیرم یعنی ویدیویی که آپلود میکنم این بازی تموم شده و تا فکر کنم 1-2 ساعت دیگه هم بازی سلتیک ماجیکه که اون بازی هم خیلی بازی قشنگیه. خب سلتیکس که مدعی اصلی قهرمانیه و میخوایم ببینیم شروعش تو پلی آف چه شکلیه. احتمالاً بازی رو میبره ولی خب ماجیک هم تیم خوبی بود. گفتم میخوام آخر ویدیو راجع به پلی اینم یه صحبتی بکنم. اول 4 تا بازی رو بگم. گفتم اولین بازی سلتیک و ماجیک. بعد از اون ببخشید اولین بازی تو شرق سلتیکس و ماجیک، ولی تو غرب تاندر و گریزلیزه که تاندر گریزلیز اولین بازی امروز یعنی روز دوم پلی آف ساعت 8:30 به وقت ما که حالا توی ویدیو بعدی به بررسی اون بازی هم میپردازیم. یعنی هر 4 تا بازی که برگزار میشه سلتیک ماجیکو که گفتم و کاوالیرز هیت که بازی ساعت 2:30 و در آخرم که بازی آخر شب و ساعت 5 صبح که گلدن و هیوستون در برابر هم بازی میکنن. اونم خیلی بازی قشنگی. یعنی بازی قشنگی امشب همه بازی خوبه ولی حس میکنم تاندر گریزلیز و راکت واریورز خیلی از بقیه بازی قشنگ تر بشه، مخصوصا بازی آخری که ببینیم هیوستون اون پرفورمنسی که تو کل فصل داشت و میتونه داشته باشه یا نه گلدن اون عیب و ایرادهایی که داشته و با قدرتی که بعد از ترید جیمی هم گرفتن میتونن اون روند مثبتشون رو ادامه بدن و برنده این سری باشن. حالا توی سری به این میپردازیم. حالا بریم راجع به خیلی ریز راجع به پلی اینم اون 4 تا تیمی که صعود کردن هم یه صحبت بکنیم. تو شرق که خب اول هاکس و تیم ماجیک با هم بازی کردن. خب ماجیک خیلی بازی خوبی از خودش انجام داد و کلانتونی بازیکن از رو نیمکت یعنی از رو ذخیره اومد یه بازی خیلی عالی انجام داد و اون بازی به سلامت گذروندن. سید هفتم رو خودشون کردن که بخورن به سلتیک و بعد بازی هم توی کنفرانس بعد از بازی هم کلانتونی اشاره کرد که مثل اینکه یه خاطری داشته از خواهرش که مثل اینکه دبیرستان یا مدرسه یا دانشگاهش، حالا دقیق نمیدونم، دانشگاهش اونجا بوده یعنی داخل سلتیکس بوده، رفته بهش سر بزنه. حالا اونش زیاد کاری نداریم مثلا چرا رفته و اینا، ولی خب دلیلش داشت میگفت و رفته بوده اونجا تو حین پلی آف و یه بار پلی آف و اونجا یعنی جو پلی آف رو باش برخورد داشته که چه جو ترسناکه ورزشگاه سلتیکس. یه جوری سلتیک یه تیمیه که میگم هم پلی آفی هم یه حالت وایبی میده که مثلا رئال مادرید توی لیگ قهرمانان میده. یه همچین ترسی همه تو ورزشگاهشون ازشون دارن و حالا شاید یکم طرف سلتیکس همون ناراحت میشن ولی یه طرفدارش یعنی یه درصدی هم که هستش خب مخصوصا تو ورزشگاهشون خیلی داوری یه جایی خیلی به نفعشون هم سعی میکنه رقم بخوره. ولی خب بیشک امسال خب تیمشون خیلی فوق العاده است و اگه اتفاق خاصی برای پروزینگسشون نیفته و یا برای 2 تا ستاره دیگهشون جیلن براون و تیتوم
به قول آقای میساقی تیتوم اگر مشکلی براشون به وجود نیاد من فکر کنم جزء یکی از 2 فینالیست اصلی هستن. اگر روندش اونجوری که میخواد پیش بره، هرچه کم بیشتر خستشن، این آگز و این درصدی که گفتم همینجوری میاد پایینتر. حالا بستگی داره به بازی که شروع میکنن، ببینیم فرمشون چه شکلیه، مثل پارسال هست یا نه. چیزی که حالا آمارها میگه و اون فرمی که تو کل فصل داشتن، خیلی ها سلتیکس و مدعی اصلی دوباره قهرمانی امسال میدونن. حالا گفتم که ماجیک هفتمو گرفت، خب خورد به سلتیکس. هشتم هاکس دوباره رفت که با برنده هیت و بولز بازی کنه، در صورتی که همه فکر میکردن بولز میبره هیتی که بعد از تد جیمی که واقعا بی کس و کار انگار شده بود، ولی هیت پلی آف باز معروفه و دیگه تو پلی این اون تجربه و اون پلی آف باز بودن مربیشون اریک اسپورتستا خیلی مربی باهوشیه، دوباره نشون داد و بولزو شکست دادن با درخشش تایلر هیرو و خیلی هم خوب بازی کرد تو اون بازی. رفتن بازی بعدیشون به مسافه هاکسی که گفتم بازنده بود و اونجا باز تایلر خوب بازی کرد و دوباره هم اینجا نشون داد، تو کل بازی میدیدین اون تجربه خیلی مهمه تو پلی آف، واقعا تجربه خیلی چیز تاثیرگذاریه و نکته مهم و پارامتر خیلی مهمیه که خیلی یه سری تیم‌ها دارن، یه سری تیم‌ها واقعا ندارن و به مشکل میخورن به خاطر همین داستان. و میگم هیت اون بازی رو هم شکست داد و این میتونه یه زنگی باشه که تابستون خیلی هیجان انگیزیه، یعنی فری ایجنسی و ترید ددلاین رو که شروع میشه بعد از درفت و اینها، شاید اونجا تریانگ دیگه بخواد تیمشو تغییر بده و هم زمزمه‌هایی هم که میاد انگار که دیگه گفتن این آخرین بازی تریانگ توی هاکس بوده. حالا باید ببینیم چقدر به واقعیت نزدیکه، آیا تقویت میتونن بکنن تیمشونو یا نه، ولی چیزی که مشخصه من بعید میدونم و فکر کنم تریانگ رفتنیه. و هیت هم اون جایگاه هشتمو گرفت و الان با کفز بازی داره و باید ببینیم که پلی آف باز بودن هیت میتونه کمکشون کنه با اینکه خیلی راستر پروپیمون خوبی ندارن، یا ببینیم کاوالیرز دیگه مثل پارسال میتونه چوک نکنه، چون فکر کنم پارسال بود یا 2 سال قبل بود کاوالیرز جرت آلن اومده بود گفته بود، من یه مصاحبه‌ای ازش بود که یهو کپ کرده بود و گفته بود که من اولین بار بود همچین جوایی میبینم توی یکی از داخل پلی آف و خیلی واسم عجیب بود. حالا ببینیم امسال واسهشون عجیب نیست و میتونه کاوالیرز روند مثبت و خوبی که داشته تو کل فصل رو ادامه بده و بیاد یه پای فینال کنفرانس باشه در کنار سلتیکس یا نه. حالا ما داریم آمارها رو میگیم، یعنی اینا همه پیش بینیه، چیزی نیست که با قطعی بخوایم بگیم و تو پلی آف 1000 بار این داستان عوض میشه. یه تیم ممکنه اصلا بهش فکرم نکنی میاد فینال کنفرانس و حتی میاد فینال ام بی ای و قهرمان ممکنه بشه و بدین شکل. ولی خب این صحبتی که هست یه نکاتیه که خب معمولا اتفاق میفته. اینم از شهر. راجع به غربم که سریع بگیم، منفیس با گلدن بازی کرد که گلدن تو بازی که شاید خیلی میترسیدن که اون اشتباهی که اون اتفاقی که با کلیپرز واسهشون افتاد دوباره اتفاق بیفته و تو کلاش تایم شکست بخورن، ولی اینجا نه، اتفاق نیفته. بازی خیلی خوب استفان و درمان گرین هم خیلی خوب بازی کرد، در کنارش جیمی باتلر هم تو لحظه‌ای که اون دوتا کاری خاصی انجام نمیدادن شاید، در صورتی که کلا استفان کری اون بازی رو عالی بازی کرد، ولی خب یه جایی واقعا جیمی تو بازی با منفیسشون خیلی کمکشون کرد و عالی بودن و منفیس تونستن از صدر بردارن. میگم یه جایی توی همون آخره کوارتر چهارم
تو کراش تایم منفیس خطای 5 ثانیه کرد و همونجا یه جوری امضای باخت خودشون رو زدن، در صورتی که اگه اون اشتباه نمی‌کردن شاید ورق برمیگشت. با گلدن رفت و خورد حالا به هیوستون و ببینیم حالا به چه شکلی پیش میره بازیشون با هیوستون، این مسیری که این سمت انتخاب کردن. چون خیلی هم میگفتن شاید عمدن اون بازی رو نمیخواستن جلوی کلیپرز ببرن و دلشون نمیخواست. حالا یه گمان زنی هایی بود که راجع به اون بازی هم انجام میشد و دیگه موردی هم راجع به این بازی نیست. و اونورم دالاسی که آقای شاهکار آقای نیکو هریسون که ترکوند، یه تیمی که مدعی 70-80% همه میگفتن مدعی اصلی پلی آف و اینکه دوباره بتونه بیاد NBA یعنی فینال کنفرانس و اینها، ولی تیمو ترکوند و با اون تریدی که انجام داد، ترید تاریخی، و یه جورایی این تریده اگر لیکرز توی این سری موفق نشه، این نکته که هستش اینه که با این ترید هم خودشونو ضعیف کرد توی بحث آفنسیو و تهاجمی، هم لیکرز رو تو بحث دیفنسیو ضعیف کرد. یعنی یه جورایی این تریده انگار دوتا تیم رو ضعیف کرد. ولی خب در طولانی مدت 100% برنده این ترید همه میدونن که لوکا اگر اتفاق خاصی براش نیفته، یعنی لوکا، این لیکرز با در کنار لوکا، و باید ببینیم که چجوری پیش میره واسه لیکرز و حالا سالهای بعد یه سنتر و یه بنچ قوی تری بسازن، چون هنوز میبینیم ضعفایی داره بنچ لیکرز. حالا جدا از اون، دالاس و ساکرامنتو که این فصل اونا از دالاس هم بدتر نتیجه گرفتن و اون راستر بازیکنهای خیلی خوبی که دارن، نمیدونم، حیف دومانتو که تو اون تیم واقعا اونم به نظرم مثل دیارن فاکس باید یه جورایی آخر فصل خودشو از این بند رها کنه، یا اینکه امیدوار باشه تو ساکرامنتو تیمشون بهتر بشه و یه سری ترید انجام بدن یا تو فری ایجنسی کاری بکنن که باز بعید میدونم، و احتمال اینکه خودش ترید بشه و بره تو تیم دیگه ای و اون تیم ازش حداقل این جوهری که داره استفاده بکنه خیلی بیشتره. و داشتم میگفتم که ساکرامنتو خیلی اوضاع جالبی نداشت و به دست این دالاسی که خیلی دست و پا شکسته و کلی مصدوم داشت و اینها، ولی خب ایدی پلی آف باز بودن خودش رو توی این بازی نیمچه نشون داد و 40 امتیاز هم فکرم آورد. بازی خیلی خوبی انجام داد، حداقل از این یه مرحله تیمش رو رد کرد و ساکرامنتو فصل افتضاح خودش رو خیلی اسفناکی که داشت و خیلی بد به پایان رسوند و حالا دالاس خوردش به منفیس و همونطور که دالاس تونست راحت ساکرامنتو رو شکست بده، به همون شکل منفیس هم خیلی راحت تونست از سد دالاس رد بشه. و چیزی که مشخص بود، جان مورانت واقعا حیف بود با اون خوشحالی معروفش و که الان خیلی ترند هم شده، خوشحالی خیلی قشنگش. منتظریم که امشب هم تو بازی ها این خوشحالی ازش ببینیم. امیدوارم خوشحالی میکنه مثلا دوباره جریمه و این داستان نکننش، واقعا حیفه. درست اخلاق خاص خودش داره ولی واقعا بازیکن قابلیه و خیلی اسکیل و اون مهارتی که داره تو کمتر کسی میبینیم. همه شاید موافق باشن اکثرا که یه جورایی یادآور اون سبک بازی که دریک روز تو دهه قبل نشون میداد. حالا شاید طرفدار دریک روز یا شیکاگو مثلا موافق این نباشن از نظر اخلاقی اینا، ولی واقعا یادآور اون حالت و اون حال و هوای دریک روزی رو داره. و چند بارم حتی توی این مسابقه‌ای بوده که دریک روز گفته شده که بهش گفته که راهنمایی کرده اینقدر تو جامپات دقت کن و مثلا تو فرودایی که داری خیلی بد پایین نیا که به وضعیتی که متاسفانه براش به وجود اومد برای دریک روز دوچار بشی. و
یکم نسبت به سالهای قبلش واقعا اینو توی سبک بازیش هم میبینیم سعی کرده تغییر بده بعد از اون مصدومیتی هم که داشت جان مورانت. و میگم نکته خاص اونجوری هم نداشت، فقط نکته خاصش بود هر لحظه‌ای که دوربین میومد رو نیکو هریسون هوادارهای تیمشون بو میکردن نیکو هریسون رو. درسته بازی تو خونه خودشون نبود ولی اون اندک هواداری که داشتن و مخصوصا بازی قبلیشون هم تو خونه خودشون توی یعنی با ساکرامنتو که داشتن اونجا هم خیلی بو میشد و واقعا کار دارن باهاش. اگر نتونه کایری رو تابستون نگه داره نیکو هریسون مطمئنن یه جورایی از زندهش نذارن، ولی خب تصمیم هم نبود که فقط فکر کنم تکی گرفته باشه. اون منیجرهای دیگه هم که داره دالاس توی این تصمیم 100% دخیل بودن، یعنی تصمیم تک نفره ایشون فقط نبوده. خب دیگه هم کازوبوزارا رو در هست چکوندن رو سرشون و میگم نکته خاص دیگه ای نداشت و تیمشون هم شکست خورد جلوی ممفیس. و یه جایی هم میگم صحنه‌ای که هی دوربین روی صورتش زوم میکرد یه جا ایدی هم دوباره پاشو گرفت مصدوم شد برای تو به بازی برگشت، ولی خب لنگان و دوباره برگشت رو صورت نیکو هریسون که آیا ارزشو داشت، آیا واقعا دفاع قهرمانی میاره. خب فعلا که اینجوری نشده رو ببینیم سالهای بعد میتونن این اوضاع اسفناکی که درست کردن واسه تیمشون رو درست کنن یا خیر. ممفیس هم تیم آخره یعنی 8م غرب شد و خورد به اوکیسی که امشب بازیشون شروع میشه و حالا باید ببینیم. بازی خیلی جذابیه، دو تیم خیلی سبک جذابی دارن ولی خب احتمالاً اوکیسی کار زیاد اونجوری سختی نداشته باشه در برابر ممفیس، چون خیلی ممفیس نیمکت خیلی چغری نداره مثل اوکیسی و این نیمکت میتونه کار دست ممفیس بده. به آخر ویدیو رسیدیم دیگه، تحلیل‌ها و نکاتی که بود و تا جایی که شد دوست داشتم بهتون برسونم و انتقال بدم. اگر کمی کاستی هست توپقی از بنده دیدین اولین ویدیو بوده و همینجوری رفته رفته شرایط بهتر میشه و ویدیوها کیفیت بهتری پیدا میکنن و حرف خاص دیگه ای نیست. فقط یادتون نره لایک، سابسکرایب و حتما داخل اینستان فالو بکنید و اونجا هم قراره از ویدیوها ریلز درست کنم و اینجا شورت ها رو حتما میذارم. حتما اونجا هم لطف کنید هم لایک کنید هم فالو کنید، اینجا هم همین دو کار انجام بدید. اگر مشکلی نیستش و میتونید حتما کامنت هم برام بذارید و نظرتون رو حتما بهم بگید. انتقادی پیشنهادی حتما بود من سعی میکنم لحاظ کنم و ممنون میشم ازتون و نکته خاص دیگه ای نیست. همین دیگه، امیدوارم که در ادامه روند با هم خوب بریم جلو. یه ویدیو دیگه احتمالا این هفته راجع به NBA داریم، بازی ها همینجوری بره جلوتر، سعی میکنم چند تا بازی با هم بره و انجام بشه. خب دیگه حرف خاصی دیگه هم نیستش و من تقریبا جمع‌بندی کل صحبت ها رو انجام دادم. میمونه حالا گفتم بازی ها کامل بشه، یه چند تا بازی همینجوری بیاد، من سعی میکنم دوباره ویدیوی بعدی رو بعد از بازی دوم بسازم و اینکه بعد از اینکه این هفتم لیگ های اروپایی بازیاشون تموم شد، بعد از آخرین بازی که بارسا و مایورکا و رئال و خطافه دارن این هفته، بعد از اینا اون جنبندی لیگ های اروپایی رو هم حتما براتون میذارم، چون همونطور که میدونید هفته بعدی فینال کوپا هستش و بارسا رئال قرار ال کلاسیکو جذابی با هم داشته باشن و خب به خاطر همون این هفته 2 تا بازی دارن تو لالیگا این 2 تا تیم و یعنی شرایط تقویمشون این شکلی رقم خورده و همین دیگه. خواستم یه اطلاعاتی هم راجع به ویدیوهای بعدی بدم و
همین این گوشه تبلیغ هم حالا واسه چون بارسایی هستیم و دیگه از پشت، یعنی قابهای پشتی که دارم ببینید مشخصه که از اول ویدیو من طرفدار مسی و بارسا هستم و تخصصی اینجا فن پیج بارسا مثلا قرار نیست را بندازیم و فقط ویدیو هم تخصصی درباره بارسا باشه. میگم تخصصی رو فوتبال اروپا میریم جلو، ولی اگر مثلا دوستان بارسایی خواستن، خیلی دوست داشتن فقط تخصصی محتوای خود بارسا رو دنبال کنم، به نظر من داخل یوتیوب چنل بارسا ایران هم خیلی خوبه و حتما دنبالش کنین. احمد رضا خیلی کارش درسته و واقعا تو کامیونیتی بارسا یکی از عزیزایی که خیلی اطلاعاتش بالاست و امیدوارم موفق باشه. همین آخر ویدیو خواستم اینم به عزیزایی که بارسایی هستن بگم که بدونن، حالا خبر داشته باشن میخوان ویدیوی بارسایی ببینن، حتما اونجا رو هم دنبال بکنن. دیگه صحبتی نیست. خیلی ممنون که همراه من بودید و ویدیو رو تا آخر دیدید. روزتون خوش و به امید دیدار. خدا نگهدار.